شهر دوشنبه شهر گلها است و باز از این جهت مهم است که امسال با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در همه جا باید که گل صدبرگ کاشته شود، گل صدبرگ باید و این گل صدبرگ البته با زیبایی شهر ما باز هم زیبایی ضم میکند و اینچنین رئیس شهر دوشنبه مراجعت نموده است به تمام ساکنان شهر دوشنبه که درباره تازگی، درباره آزادگی و سبز و خرمی شهر همه سهم گیرند. از خانه های خود سر کرده تمام کوچه ها و سوار من دیدم که آن همین گلکارها اونها از سحر صادق تا شام مهنت میکنند، در تمام هوا در گرمی و سردی مهنت میکنند. بنابراین خواستم که مهنت اینها رو با چند روبایی قدر کنم و اینک چند روبایی نوشتم که با شما چند تای آنها رو میخوانم. صدبرگ گل زیباغ فردوس برین، رمز زیوفا و عهد یاران قرین. گویند دو برگه بود در اوج سما، صد برگ برآورد چو آمد به زمین. گلکار ز شوق گل خودافروزی کند، با تیشه قلم کشی و گلدوزی کند. خوشبخت کسی بود که چون درگذرد، یک پاره از این خاک ورا روزی کند. گلکار به تازگی و رفتن بند است، این نکته به پاکی وطن پیوند است. ای آنکه سری بلند را خواهانی، سرپستی این فرشته ها هم پند است. از دست یکی چمن ولنگار شود، با دست دیگر وطن چو گلزار شود. گفتم سخن چو برگ گل هدیه کنم، باشد شکر به کام گلکار شود. ای شهر دوشنبه گل به دامان تو باد، هم شربت و شهد ناب در خوان تو باد. سررشته زندگی گلکار دیار، پیوند وفا بر رشته جان تو باد. گلکار دوشنبه مسند ایجاد است، بر کاکل سبزه شانه شمشاد است. در کار قلمچه پیشش جلوه کند، گویی که به دست تیشه فرهاد است. صدبرگ تراوت زیرودی عجم است، صدبرگ ضیا و پرتو جام جم است. با اوج جمال و بوی مشک ختنش، صدبرگ چو نوروز به عالم علم است.